تا حالا از خودتون پرسیدین واقعا چه کسی عارف خواننده پیشکسوت ایرانی رو به این نقطه رسون؟ همسر جوانش عسل که وارد زندگیش شد، یا ماجرا پیچیده تر از این حرف هست و پای اسمهای دیگه‌ای مثل رها اعتمادی هم وسطه؟ ولی اگه بگیم بیماری سرطان عارف فقط یه اتفاق پزشکی نبود، بلکه نتیجه سالها فشار روحی، خیانت، اعتماد اشتباه و فروپاشی عاطفی بود چی؟ امروز قرار قدم به قدم بدون حذف هیچ واقعیتی تمام این مسیر رو با هم مرور کنیم. مدتیه که حال آقای عارف خواننده محبوب و پیشکسوت موسیقی ایران باعث نگرانی خیلی ها شد. عارف سالهاست که در دبی زندگی میکنه، دور از وطن، دور از صحنه و دور از حاشیه‌ها. ولی همه چیز از یه سری علائم نگران کننده جسمی شروع شد. درد، ضعف، بیحالی، چیزهایی که اول شاید خیلی جدی به نظر نمی رسیدن. عارف به بیمارستان مراجعه کرد و بعد از آزمایش‌های اولیه پزشکان اعلام کردند که او به سرطان مبتلا شده. خبر سنگینی بود برای کسی که سالها با قدرت روی صحنه ایستاده بود. پزشکان ایرانی یکی از بیمارستان‌های دبی بهش گفتند که با شیمی درمانی و پرتو درمانی میتونه شرایط بیماریش رو کنترل کنه و جای نگرانی شدیدی هم نیست. عارف هم با همه ترسی که داشت تصمیم گرفت به تشخیص اونها اعتماد کنه. ولی اگر تشخیص اشتباه باشه چی؟ اگر زمان از دست بره چی؟ اینجا بود که نقش دختر عارف پررنگ‌تر شد. او که در آمریکا زندگی میکرد از پدرش خواست برای اطمینان بیشتر نظر پزشکان آمریکایی رو هم بگیره. عارف با تردید اما با اصرار دخترش تصمیم گرفت مسیر درمان رو تغییر بده و راهی آمریکا بشه. وقتی عارف به آمریکا رسید و تحت بررسی پزشکان متخصص قرار گرفت، نتیجه‌ای که شنید کاملا متفاوت از دبی بود. پزشکان آمریکایی بعد از بررسی دقیق اعلام کردند که شرایط جسمی عارف خیلی حادتر از چیزی است که قبلا تشخیص داده شده. بیماری پیشرفت کرده بود و نیاز به درمان‌های سنگین‌تر و فوری‌تر داشت. شنیدن این حرف برای عارف یه ضربه روحی جدی بود، ولی چاره‌ای جز شروع درمان نداشت. دوره‌های فشرده شیمی درمانی شروع شد. داروهای قوی، مراقبت‌های ویژه و نتیجه در عرض چند ماه عارف 30 تا 40 کیلو وزن کم کرد. چهره‌ای که سالها باهاش شناخته میشد تغییر کرد. بدنش ضعیف شد، روحیه‌اش تحلیل رفت. دیگه نه توان اجرا داشت و نه حتی آمادگی دیده شدن. به همین خاطر تصمیم گرفت از تمام فعالیت‌های هنری، مصاحبه‌ها و حضورهای عمومی فاصله بگیره. در اینستاگرامش توضیح داد که به دلیل بیماری سخت مجبور به دوری از فضای کاری شده. ولی چرا بدن عارف اینقدر ناگهانی فرو ریخت؟ فقط سرطان بود یا چیز عمیق‌تری پشت ماجرا وجود داشت؟ در تمام این دوران سخت فقط یک نفر بی‌وقفه کنار عارف بود، دخترش. او عملاً تبدیل شد به پرستار، همراه، مدیر درمان و حامی روحی پدرش. در بیمارستان، در جلسات درمان، در روزهایی که عارف حتی توان حرف زدن نداشت، خود عارف بعدها بارها تأکید کرد که اگر امروز هنوز روی پا ایستاده، همه‌اش رو مدیون دخترشه. ولی چرا قبل از این بیماری عارف تا این حد تنها شده بود؟ چی باعث شد همه چیز به این نقطه برسه؟ بعد از ماه‌ها دوری، عارف برای اولین بار در جشن 50 سالگی کابار تهران ظاهر شد. حضورش همه را شوکه کرد. او با بدنی ضعیف‌تر، چهره‌ای متفاوت و البته با دخترش به عنوان تکیه‌گاه اصلی وارد مراسم شد. در همونجا اعلام کرد که دلیل غیبت طولانی‌اش سرطان بوده. عارف گفت امیدوار است سلامتی‌اش را دوباره به دست بیاره، اما صادقانه اعتراف کرد که شاید هرگز به عارف سابق برنگرده. پزشکان آمریکایی دقیقاً علت اصلی بیماری او را چی می‌دونستند؟ طبق گفته پزشکان آمریکایی، سرطان عارف به طور ناگهانی و بر اثر فشارهای شدید روحی و استرس‌های طولانی مدت شکل گرفته و اینجاست که پای یک داستان تلخ دیگه وسط میاد. عارف در سالهای گذشته وارد یک بحران عاطفی و مالی سنگین شد. بحرانی که از آشنایی با زنی جوان به نام عسل شروع شد. عسل یکی از طرفداران پر و پا قرص عارف بود.
حتی از دخترانش هم کم سن‌تر. او به عارف ابراز علاقه کرد، پیشنهاد رابطه و ازدواج داد و عارف در شرایطی که از نظر روحی آسیب پذیر بود اعتماد کامل کرد. کم کم عسل شد همکاره زندگی عارف، از همراهی در کنسرت‌ها تا مدیریت امور شخصی و هنری. این وابستگی به جایی رسید که عارف برای مدتی حتی رابطه‌اش با دخترانش هم را قطع کرد. ولی پشت این اعتماد چه چیزی پنهان شده بود؟ با ورود رها اعتمادی به همکاری‌های کاری عارف، پرده از واقعیتی سنگین کنار رفت. بررسی‌ها نشون داد عسل در نقش همسر و منیجر درگیر یک کلاهبرداری بزرگ حدود $1,000,000 بوده. این خیانت همراه با تنهایی عارف فشاری وحشتناک بهش وارد کرد. در این بین گفته‌هایی مطرح شد که نقش رها اعتمادی در این ماجرا کاملا شفاف نیست. برخی معتقدند او شاید ناخواسته یا غیر مستقیم در برخی مراحل حضور داشته، اما هیچ وقت چیزی به طور قطعی اثبات نشد. ولی چرا همه چیز اینقدر مبهم باقی موند؟ وقتی عارف از خیانت و کلاهبرداری مطمئن شد، بدون معطلی عسل را طلاق داد، اما پولها تقریبا غیر قابل بازگشت بودند. امکان اثبات قانونی هم وجود نداشت. عارف بخش بزرگی از داراییش را از دست داد و در بدترین شرایط روحی و مالی تنها موند. همین فشارها بود که طبق نظر پزشکان مستقیما به بروز سرطان دامن زد. عارف که پس از مدت‌های طولانی در صحنه‌ها حضور پیدا نمی‌کرد، در جشن 50 سالگی کابار تهران و همراه دخترش حضور یافت و تصمیم گرفت این پشت پرده‌ها و خیانت‌ها را افشا کنه. وی در این مراسم به صراحت گفت که رها اعتمادی تقریباً در زندگی هر هنرمندی وارد شده، نوعی کلاهبرداری، حاشیه یا بحران مالی ایجاد کرده و سپس خودش رو بیگناه و مظلوم جلوه داده. طبق گفته‌ها همین الگوها رو هم در زندگی گوگوش تکرار کرده. این حرف‌ها باعث نگرانی شدید بین هنرمندان قدیمی شد، تا جایی که لیلا فروهر به دیدن او در آمریکا رفت و با ناراحتی گفت حیف است که چنین هنرمندی به این حال بیفتد. اگر تا اینجای ویدئو با ما همراه بودی، لطفاً همین الان ویدئو رو لایک کن و کانال حواشی مارکت رو سابسکرایب کن تا روایت‌های ناگفته دنیای هنر رو از دست ندی. امروز همه امیدوارن عارف دوباره سلامت کاملش رو به دست بیاره، اما حتی دخترش هم گفته شاید دیگر هرگز به عارف سابق بر نگرده. نقش عسل در این ماجرا پررنگ‌تر بود یا ابهامات مربوط به رها اعتمادی؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. تنها صحنه ای از رضا عطاران که خنده نداشت. همه چیز از همونجا شروع شد. علت اصلی سکته مغزی رضا عطاران چی بود؟ اگر میخوای بدون سانسور بدونی که چه چیزی همه رو شوکه کرد، روی ویدئویی که روی تصویر ظاهر شده کلیک کن. پاسخ همه سوالات اونجاست.